ما می‌خواهیم در 60 ثانیه سیستم بویه‌های کانال رو به شما توضیح بدیم. بنابراین در اینجا ما یک بویه دریایی سالم داریم، قرمز و سفید با یک توپ قرمز در بالای آن. ما چند نشانگر کانال داریم که آنها قرمز که با یک نشانگر پرمن در بالای آن نشان داده می شود و چند نشانگر کانال سمت راست داریم که اینها سبز هستند و با یک مثلث سبز در بالای آن نشان داده می شود. در این منطقه محدود در اینجا ما قصد داریم این رو با چند بویه زرد مخصوص که در بالای اون با علامت X نشون داده میشه علامت گذاری کنیم. این جزیره قرار است با یک بویه کاردینال شمالی مشخص شود و باید به شمال آن بروید. بویه کاردینال جنوبی. در اینجا یک کشتی در حال غرق شدن است. بنابراین ما یک بویه اضطراری غرق شده را در اونجا قرار می دهیم که عمودی آبی و زرد با یک صلیب زرد است. یک صخره در اینجاست. ما قصد داریم اون را با یک علامت خطر مجزا مشخص کنیم که قرمز و سیاه است. مانند یک عنکبوت قرمز و سیاه با دو علامت توپ در بالای اون. و می توانید کشتی کوچک ایمنی ساحلی ما را ببینید که از آنجا می چرخد. ما رو سابسکرایب کنید تا از آموزش‌های کامل ما بهره مند بشید.